دوستان جان سلام. امشبم با 2 قصه شنیدنی دیگه مهمون دلای مهربون شما هستم. هممون تو دوران کودکیمون یه جاهایی داشتیم که برامون مثل بهشت بود. ما هم یه باغ اناری داشتیم که هنوزم وقتی یادش میافتم بوی خاک و انار رسیدش میاد تو مشامم. قصه امشب منو برمیگردونه به همون روزا. چشماتونو ببندین و خودتونو ببرین توی یه باغ پر از درختای انار. صدای جوی آب، بوی خاک نمخورده و خنده بچه‌ها که لابلای درختا میپیچه. قصه امشب من از همون باغ شروع میشه. وقتی بچه بودیم یه باغ انار بزرگ داشتیم که همه خانواده عاشقش بودن. تابستونا که گرمای شهر کلافمون میکرد، چند هفته کوچ میکردیم به همون باغ خوش آب و هوا که حدوداً 30 کیلومتری با شهر فاصله داشت. معمولاً فامیلای نزدیکم برای چند روز میومدن اونجا و با بچه هاشون مهمون ما بودن. روزای خیلی شیرین و پرخاطره‌ای تو اون باغ گذروندیم. ولی یه خاطره هست که شاید خیلی شیرین نباشه، اما برای من یه درس بزرگ تو زندگی شد. تا جایی که یادمه اواخر شهریور بود. همه فامیل جمع شده بودن چون وقت برداشت انارا رسیده بود. منم 8-9 سال بیشتر نداشتم. یادم اون روز کلی کارگر بومی اومده بودن که کمک کنن انارا رو بچینن. ما بچه‌هام طبق معمول مشغول بازی بودیم. بهترین سرگرمیمون تو اون باغ بازی گرگم به هوا بود. چون درختای انار و انگور و میوه‌های دیگه زیاد بود و آدم میتونه ساعتها قایم بشه بدون اینکه کسی پیداش کنه. بعد از نهار تصمیم گرفتیم بازی کنیم. من زیر یه درخت انار قایم شده بودم که یهو دیدم یکی از کارگرا که یه کیسه پر انار دستش بود به دور و برش نگاه کرد و وقتی هم مطمئن شد کسی نیست شروع کرد به کندن چاله و بعد کیسه رو گذاشت تو چاله و دوباره روشو با خاک پوشوند. با خودم گفتم آها، انارای ما رو می‌دزدی؟ صبر کن بلایی سرت بیارم که دیگه هوس دزدی از مال مردم نکنی. هیچی هم به هیچکی نگفتم. رفتم سراغ بازیم. تا اینکه غروب شد و کارگرا جمع شدن که مزدشون از بابام بگیرن. منم اونجا بودم. نوبت رسید به همون کارگری که انارا رو قایم کرده بود. بابام میخواست مزدشو بده که من با صدای بلند و کلی غرور گفتم بابا من دیدم که علی اصغر انارا رو دزدید و زیر خاک قایم کرد. جاشم میتونم بهتون نشون بدم. این کارگر دزده، نباید بهش پول بدی. بابای خدا بیامرزم که هیچ وقت دست رو کسی بلند نکرده بود یه نگاه سنگین به من انداخت. همه منتظر عکس‌العملش بودن. اومد جلو. بدون اینکه حرفی بزنه یه سیلی محکم زد تو صورتم. و بعدش هم گفت برو دهنتو آب بکش. من خودم به علی اصغر گفته بودم انارا رو اونجا چال کنه برا زمستون. بعدش هم رفت پیش علی اصغر و گفت شما ببخشش، بچه است، اشتباه کرد. پولشو بهش داد، 20 تومنم گذاشت روش. گفت اینم به خاطر زحمت اضافت. من گریه کنان رفتم تو اتاق، دیگه هم بیرون نیومدم. کارگرا که رفتن بابام اومد پیشم. صورتمو بوسید و گفت ازت معذرت میخوام. اما تو زندگی یادت نره که هیچ وقت با آبروی کسی بازی نکنی. منم میدونم علی اصغر کار خیلی بدی کرده. اما آبروی کسی رو بردن، اونم جلوی فامیل و در و همسایه، از هر کاری زشتره. بعدش بابامو بغل گرفتم و بوسش کردم. بهش قول دادم که دیگه هیچ وقت چنین خطایی مرتکب نشم. شب شده بود. اومدم از ساختمون بیرون که برم تو باغ پیش بچه‌های دیگه. دیدم علی اصغر سرشو انداخته پایین و واسطاده پشت در. یه کیسه تو دستش بود. گفت اینو بده به حاج آقا، بگو از گناه من بگذره. کیسه رو بردم پیش بابام. بابام بازش کرد. دیدم کیسه‌ای که چال کرده بود توشه، به اضافه همه پولایی که بابام بهش داده بود. میشه گفت علی اصغر فهمیده بود چه کار اشتباهی کرده، اما به من درس بزرگی داده بود. بله دوستان جان، از اون شب به بعد فهمیدم یه چیزایی تو زندگی ارزشش خیلی بیشتر از چند تا دونه اناره. بابام با همون سیلی و با همون حرف ساده درسی بهم داد که تو هیچ مدرسه و کتابی بهم یاد نمیدادن.
از همون روز به بعد به خودم قول دادم همیشه قبل از اینکه چیزی بگم یا کاری کنم اول با خودم فکر کنم ببینم قرار دل کسی بشکنه یا آبروی کسی بریزه. شاید خطای کسی کوچیک باشه اما آشکار کردنش میتونه زندگیشو نابود کنه. و از همون روز تو دلم حک شد که گذشت و بخشش آدمو بزرگ میکنه و آبروداری بزرگترین مردونگیه. حالا با هم بریم سراغ قصه دوم. قصه‌ای که تو دل تاریکی شب و سکوت خیابونای خلوت اتفاق میفته. جایی که یک کارمند خسته منتظر اتوبوس نشسته بود. دیوید یک کارمند معمولی توی شرکت کوچیک بود. یه روز به خاطر اضافه کاری خیلی دیر رسید به ایستگاه اتوبوس. خسته و کوفته بود و مجبور شد 20 دقیقه‌ای برای اتوبوس بعدی منتظر بمونه. یه اتوبوس 2 طبقه رسید. دیوید وقتی دید طبقه دوم اتوبوس خالیه خیلی خوشحال شد. با خودش گفت آخیش میتونم برم اون بالا تا خود خونه راحت رو صندلی‌ها دراز بکشم و یکم بخوابم. رفت و سوار اتوبوس شد. همینطور که داشت پله‌های اتوبوس رو میرفت بالا، یه پیرمردی که کنار در نشسته بود بهش گفت نرو بالا، خیلی خطرناکه. دیوید وایستاد. از قیافه جدی پیرمرد فهمید که داره راست میگه و حتما یه چیزی میدونه که هشدار داده نرم بالا. دیوید حرفشو قبول کرد و همین طبقه پایین و آخر اتوبوس یه جایی برای خودش پیدا کرد. جایی که دیوید پیدا کرده بود خیلی هم راحت نبود، ولی پیش خودش فکر کرد و گفت امنیت مهمتره. شب بعدم دیر رسید و دوباره سوار همون اتوبوس 2 طبقه شد. با تعجب دید همون پیرمرد دوباره همونجا کنار در نشسته. پیرمرد تا چشمش به دیوید افتاد گفت پسرم نرو بالا، خطرناکه. دیوید پایین پله ها وایستاد. یه نگاهی به بالا کرد. خیلی ترسناک به نظر می اومد. دوباره رفت و آخر اتوبوس نشست. شبای بعدم همین ماجرا تکرار شد. هر وقت دیوید دیر می رسید بازم همون اتفاق می افتاد. تا اینکه یه شب یه پسر دیگه هم با دیوید سوار اتوبوس شد. این بار پسر جوون جلوتر از دیوید وارد اتوبوس شد. داشت میرفت طبقه بالا که پیرمرد بهش گفت پسرم نرو بالا، خطرناکه. پسر پرسید چرا؟ پیرمرد جواب داد مگه نمیبینی طبقه دوم راننده نداره؟ پسر خنده بلندی کرد و رفت طبقه بالای اتوبوس. و اما دیوید قصه‌مون همینطور که هاج و واج به پیرمرد و پسر نگاه میکرد با خودش زمزمه میکرد که چرا این همه روز خودش از پیرمرد سوال نکرده بود. بله دوستان جان، هیچ وقت بدون اینکه دلیل کاریو بپرسی چیزیو قبول نکن. خیلی وقتا وقتی بدون دلیل یه کاریو انجام بدیم آخرش پشیمون میشیم. امیدوارم امشب با دلی آرومتر بخوابین و با ذهنی روشن‌تر بیدار بشین. شبتون مخملی، خدا نگهدار.